بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله و الصلاة والسلام علی رسول الله. از حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه روایت است که پیامبر علیه السلام روزی با آنها گفتند: ان من عباد الله لأناسا ما هم بأنبیاء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من عند الله فقالوا یا رسول الله اخبرنا من هم. یعنی پیامبر علیه السلام در حدیث میگن که از بندگان خدا مردمانی هستند که اونها نه پیامبرند و نه شهید هستند، لیکن پیامبران و شهدا مکانت آنها رو در روز قیامت دیده با آنها غیبته میخورند. و صحابه گفتن که ما رو خبر نمیکنی که اونها چی نمود انسان هستند یا چی نمود مردم هستند؟ در جواب پیامبر علیه السلام گفتند: هم قوم تحابوا في الله یا تحابوا بروح الله على غير ارحام بينهم ولا اموال يتعاطونه فوالله ان وجوههم لنور وانهم على نور لا يخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پیامبر گفتند این مردم آنهایی هستند که برای الله تعالی شده و دیگر محبت کردند، بین آنها رابطه خیشتباری نیست، یعنی محبت به دیگر دارند بدون آنکه بین آنها رابطه خیشتباری باشد و بدون آنکه بین آنها داد و گرفت مالی باشد. و با الله قسم میخورم که چهره آنها نورانی هست و آنها در نور قرار دارند و روزی که این انسان ها در روز قیامت از ترس و وهم میترسند، اینها نمیترسند. و روزی که مردم در روز قیامت غم گناه و کرده های خود را میخورند و غمگین میستند، اینها غمگین نخواهند شد. و بعد از آن میگه حضرت عمر پیامبر آیتی الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم رو خوندند. دوستان گرامی، دیدیم که پیامبر چگونه مهاجران و انصاری را برادری کنوندند. بازم برای این برادری را استوار کردن، ریشه این برادری را باز چقور کردن، پیامبر علیه السلام چیزی در مدینه به نام میثاق یا اینکه وثیقه مدینه را نوشتند و این وثیقه مدینه بود که مسلمانان را باز برادریشون را مستحکم تر کرد، زیرا که حالا دولت پیامبر دولتی نو بود، دولتی جوان بود و چالش های خارجی و داخلی زیاد بود. بنابراین باید اول از داخل صف مسلمان ها باید وحدت می داشت. بنابراین پیامبر بین اونها یک وثیقه را یا اینکه یک حجت را، میتونم گفت اون را قانون، میتونم گفت که دستور، میتونم گفت که سر قانون، اون را پیامبر نوشتن تا اینکه علاقه بین اونها را به تنظیم درآورد. این دستور بندهای زیاد دارد، ما به بعضی بندها اشاره خواهیم کرد. اولین بند اون پیامبر گفتن که مهاجران و انصار یک امت هستند. بعد از اون پیامبر عهدهداری هر یکی این دو گروه را معین کردن که این عهدهداری عبارت از دو نمود مالیات بود. یکمش پرداخت خنبه ها، دومش آزاد کردن اسیرها. پیامبر گفتن که مهاجرا، یعنی که مهاجرا خودشون خنبه های خودشون رو پرداخت میکنن. مقصد اینجا مهاجرا از هر قبیله های مکه بودن، یعنی این چیز به عهده قبیله هایی که در داخل مسمای مهاجر قرار دارد، در داخل همین نامگوی مهاجر قرار دارد. اونها یک چند قبیله بودن، اونها باید تحمل کنن، یعنی که خنبه هایی که وقتی که کسی از افراد قبیله اونها کسی رو کشت و خنبه ها پرداخته نشدن، باید که قبیله اینه به دوش خود گیرد. یا اینکه یکی از اونها در دست دشمن اسیر افتاد، در این حالت باید اونها فدیه اسیر را یا اینکه آزاد کردن اسیر را به عهده خود گیرند. این چنین انصاری ها با قبیله های گوناگون خود باید عاقله، یعنی که عاقله یعنی که خنبه ها و فدیه اسیرای خود را به عهده خود گیرند. گرچنده که اسلام خیلی در درس های گذشته گفتیم که قبیله چگی را دوست نمی‌دارد، قبیله چگی را یک پدیده بد نمی‌داند، لیکن اینجا ببینیم اسلام اونها رو در این مشکلی، در این وزنینه ها، در این پرداخت دو مالیات به قبیله واگذار میکند، زیرا که اینجا اسلام بخواهد که همین قبیله چگی آنها رو در چارچوبه اسلام درآورد.
در چارچوبه دین درآورد یا اینکه همین عصبیت قبلی آنها را به فایده دین و عقیده کار فرماید یا اینکه استفاده برد. اینچنین از این چیز معلوم میشد که اسلام هیچگاه برای ریشه‌کن کردن تمدن‌های پیشتر نآمده است. گرچه که اینجا یعنی که هم مدنیت قبیله‌چگی که بین عرب‌ها بود، پیامبر اونها کلاً ریشه‌کن نکردن. این از همون خودی رسالت پیامبر فهمیده میشد که پیامبر وقتی آمدن گفتن که جئت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی که بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من فرستاده شدم برای پر کردن مکارم اخلاق، یعنی ریشه کردن نه، از نو بنیاد کردن نه. یعنی که پیامبر اینجا اعتراف دارن که پیش از من هم انسان‌های خوب بودن، مکارم اخلاق رو پیش می‌بردن، من همون رو پر کرده ایستادم. اینچنین وقتی اومدن بین قبیله ها چیزای خوب دیدن از قبیله گرفتن، چیزای بدی که مثلا بود اونها رو پیامبر انکار کردن و قبول نکردن و برای مردم منع کردن، همون چیزا پیش گرفتن شد. البته همین چیزایی که گفتیم بدون زمینه برادری اسلامی پیاده کردن اون خیلی مشکل بود. اگر بینیم حاضر هم مسئله فدیه و مسئله اسارات و مسئله برادری و دیگر اینجا اینو ببینیم اسلام یک چیز نیست که پارچه پارچه باید که قبول کرده شود، بلکه اسلام یک دینی است که یک جزئیاتش دیگر جزئیاتش مکمل میکند، پر میکند. یک دینی است که مکمل است، جزئیات رو مکمل میکند. اسلام یک واحدی مکملی هست. یک مشکلی دیگر سوال پیدا میشد که اگر قبیله کمبغل بود، فقیر بود، بیچاره بود، نتونست که پول خونبه ها رو پرداخت کند یا نتونست که فدیه اسیر خودش رو آزاد کند، در این حالت چی؟ یعنی این قانونی که پیامبر گذاشتن چی پیش بینی میکند؟ پیامبر میگن که در حالتی که یگان قبیله فقیر اگر پرداخت کردن نتونست، در این حالت تمام امت اسلامی و عهدهدار میشوند که فدیه این قبیله رو پرداخت کنن یا اینکه خونبه های این فردی که همین خونبه ها بالاش واجب شده است پرداخت کنن. بند دیگر، مسلمان ها علیه تجاوزگر یک مشت هستند. اگر کسی تجاوز کرد یا ستم کرد یا یک نامعقولی مرتکب شد، گفتم ما همه یک جا میشویم و او را از ظلمش باز می‌داریم، گرچند که خیلی در حدیث اومده است که فرزند یکی از ما باشد. یعنی این در حقیقت قله بلندترین عدالت است. این سخن‌های خالی نبود، بلکه صحابه ها هر یک این بندهایی که در اونجا اتفاق کرده شد و در اونجا امضا کرده شد، هر یک اونها رو حرف به حرف تطبیق میکردن. بنابراین جامعه نمونه‌ای شدن تا حتی الله تعالی اونها رو در قرآن تعریف کرده، گفت کنتم خیر امت اخرجت للناس، بهترین امتی بودید که برای بشریت شما برآورده شدید. یه بند دیگر، این هم بسیار بند جالب است و گفتم که دولت جوان بود، چالش ها زیاد از خارج از داخل، دشمن ها بسیارند، در اطراف و اکناف قبیله های دشمن بسیار هستند و شاید که بعضی از افراد اسلام می آورند و در قبیله های خود برادر یا خیشتبارهای مشرک وامی گذارند. فرضاً اگر جنگ بین پیامبر و این قبیله ها با وقوع پیوست، در این حالت اگر یکی از مسلمان ها برادر این آدم نامسلمان را کشت یا یگان خیشتبار کشت، پیامبر گفتن که مسلمان برای کافر کشته نمی شود. یعنی که احتمال است که وای آدم برای برادر خودش احساس و عاطفه‌ای که نسبت برادرش دارد، نسبت پسر عمکش دارد، نسبت پسر توایش دارد، احتمال است که این مسلمان رو کشد. برای پیامبر برای پیشگیری از این چیز پیش از حال فرض شدن جنگ، پیامبر گفتن که مسلمان یعنی که لا یقتل مؤمن مؤمنا بکافر، یعنی مؤمن رو به خون کافر شدن نکشد یا نمیکشد. این که یک بنده از قانون مدینه بود. چرا؟ برای پیشگیری کردن همین چیز. چون که اون وقتا بسیار مسلمانان بودن که خودشون مسلمانان، برادرشون کافر بود، خودشون مسلمانان، پدرشون در غیر اسلام بود. برای اینکه نافهمی نشود، یک مسلمان پدر اینو کشت، این مسلمان علیهش کینه نگیرد، بدبینی نشود، همین بند را پیامبر گذاشتن. بند دیگر، سر هرچی اختلاف شد، نافهمی شد، یا به اصطلاح حاضر گفتم تفسیری همین قانون، تفسیری همین وثیقه‌ای که پیامبر علیه السلام گذاشتن به عهده کیست؟ گفتن که هر وقت اختلاف شد، هر وقت نافهمی شد، مرجع شما الله و رسول الله است. یعنی این گام‌هایی که پیامبر برداشتن، ببینیم از حلقه گذشته آخرش و حاضر حلقه اینه که پیامبر مشکلی پناهنده ها رو حل کردن.
یعنی از جهتی روانی چه خیلی گفتیم مهاجرا رو آماده کردن برای هجرت و انصاری ها رو آماده کردن برای استقبال این مهاجرا. یک قانون گذاشتن که حیات اونها رو به تنظیم بدارد، اونها رو غیر از این یک عهده‌داری مالی دراز مدتی رو بین آنها پیامبر علیه السلام به بار آوردن. عهده‌داری دراز مدت یعنی چی است؟ عهده‌داری دراز مدت برادر عزیز یعنی که وقتی یک مهاجری از مکه به مدینه آمد، یک محیط دیگر، یک زندگی دیگر، طرز زندگی دیگر فرق میکند از اون چیزی که در مکه بود. مثلا مردم مکه اصلا در به تجارت زنده بودن، مردم مدینه باشد به زراعت و به کشت و کار و به درخت پروری و اینا آمدن دیگر شاید که سری کار خودشون رو گم کردن، سر بر دیگر چیکار کنن نمیدونن، اینا از زراعت نمیفهمن، در زمین کشت و کار نکردن و اینجوری نمیخواند که باری برادری انصاری خود بار شوند، یعنی که باری برای جمعیت شدن، باری برای دولت شدن رو نمیخواستن. بنابراین انصاری ها همین نکته رو درک کردن تا اینکه برادراشو شرم ندارن، خجالت نکشن، پیش پیامبر اومدن گفتن که یا رسول الله اقسم بیننا و بین اخوان المهاجرین النخیل، بین ما و برادرای مهاجر ما خرما رو تقسیم کن. ببینید ایثار اونها رو، از خودگذشتگی انصار رو خودشون اومدن، پیامبر طلب نکردن یا مهاجرا اونها رو یگان اشاره ایمان نکردن. بنابراین الله تعالی گفت که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، یعنی انصاری ها چون انسان هستن که از خود میگذرند گرچه که خودشون محتاجن به اون چیز. یعنی که این یک از انسان ضمیری وجدانی بزرگ میخواهد که انسان تواند این قبول کنه. ده انسان غریب بیکار نمیشه بینش خشته باری نیست، تا یکم بار در عمرش دیده شده است حاضر است که مال و ملکش رو تقسیم کند، خانه‌اش تقسیم کند، بایگریش و ثروتش تقسیم کند، زمینش تقسیم کند. تا پیامبر هم همین درک کردن. یعنی رسول الله یا آدم واقعی بودن، واقع بین بودن، گفتن که شاید که حاضر اینا یعنی که در یک احساسی اونها در جوشش هست، احساسی برادر اونها در جوشش هست، شاید بعد کمتر بعد فکر میکنه که من چرا این مالی بسیارم به این دادم، من این شاید پشیمانی شود. برون پیامبر که نه، اینا بنابراین پیامبر گفتن ما اینو قبول نمیکنیم. انصارا گفتن که اذا تکفون المؤونة و نشریککم فی الثمر، گفتن که خب این باشد شما به ما در کار یاردم میکنید، یا اینکه کار زراعت از شما میشود، درخت از ما میشود، فایده بین ما تقسیم میشود. اینجا مهاجرا گفتن که اللهم نعم، این باشد ما راضی هستیم. یعنی ببینید اینجا در حقیقت وظیفه بین ما تقسیم شد. یک گروه کار میکند، دیگه گروه بسیار اون که همون خرما دارد و ای دارد، ثمره میوه که از اون اومد بینشون تقسیم میشه. سپس مهاجرا در همین کشتزارای انصارا کار کردند و خیلی گفتیم فایده بینشون تقسیم شد، با همین بکار تامین شدن و یک وزنینه که بالی دولت بود، مثلا خیلی گفتیم پناهنده و خیمه میزنن، اونها مشکل میشه، دولت برای اونها باید که طعام بیارد، برای اونها یک گرمی ترتیب دهد، مثلا گرمی هاشون ببینن، یا مثلا در تابستون باشه دیگه خنک کردنش حسابش یا بعد اینجا بریم که پیامبر علیه السلام برای اونها یعنی هم مشکل ها رو دور کردن و این مهاجرایی که آمده بودن به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل یافتند. بعد از اون که اگر تعبیر جایز باشد اینه که یک مشکلی یا باری برای جمعیت بودن، دیگر عنصر فعال همین جامعه شدن و اقتصاد دولت را و اقتصاد جامعه نو را یا اینکه دولت نو را به پیش بردن به همین کارشون. و بعد این از یک مشکل و یک نیرو و قوه اقتصادی تبدیل شدن. یه بند دیگر این میثاق این بود که مهاجرا عین همون حق و حقوقی را داشتن که انصاری ها داشتن، مردمان بومی داشتن. میتونن که مالکیتی منقول یا مالکیتی غیر منقول داشته باشن، میتونن که عائله برپا کنن، میتونن که در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی اقتصادی اشتراک کنن، میتونن که در مجلس ملی نماینده باشن، میتونن که در اینکه وزارت‌های یا اینکه مقامات‌ها مثلا سرلشکری رو به عهده داشتن. همه اینها رو مثل که انصاری خود داشتن. اما اینجا تنبیه عجیبی هست. پیامبر مهاجری، خلیفه‌شان مهاجری، خلیفه مهاجری، بعد از اون خلیفه‌ای که آمدن از فرزندای هم مهاجرا بودن، از بنی امیه بن عباس. یعنی که در تاریخ دیده نمی‌شود که مهاجری وظیفه خلیفگی را به عهده داشته باشه. ببینید اون چنان بیناشون همین به اصطلاح حاضر اینتگراسیون شد که مردمی مهاجر در مدینه آمده چنان آمیخته شدن که تا با وجود اون که پایتخت اهالی بومی پایتخت بسیار بودند، یعنی که انسان‌های زیایی، انسان‌های بفهم، انسان‌هایی که توانا بودند در
اداره دولت، در اداره جامعه و جمعیت، لیکن اکثرا اینکه با همه خلیفه ها و جانشینای پیامبر از مهاجرا بودن و این یک جهت بزرگی و عظمت اسلام نشان میدهد که برادری رو اونها به معنای تام که فهمیده بودن این چیزها اونها رو ناراحت نمیکرد. خب یه نکته دیگر میموند. ما در حلقه گذشته گفتیم که یا که پیش از گذشته گفته بودیم که مسلمان ها رو به یک چند گروه تقسیم کردیم. گفتیم مسلمان های مدینه، مسلمان های قبیله های اطراف و اکناف این جزیره، مسلمان هایی که در حبشه هستند و مسلمان هایی که در مکه مستضعف مانده بودند. یعنی پیامبر با اینها چه خیلی برخورد که بعد از اینکه این میثاق شد چه خیلی با آنها برخورد کردن، چه خیلی در فکر آنها بودن. یکم مهاجرایی که در حبشه بودن دوستای عزیز، پیامبر علیه السلام خیلی یه نقشه زیرکانه کشیدن. یعنی میدونستن که دولت در خطر قرار داشت. دولتی جوان است، اطرافش دشمن ها بسیارند، چه بر قدرت های آن زمان ویزانتی و فارس و چه قبیله های دیگر و چه مشرکای مکه، همه اونها نسبت پیامبر دندان تیز میکردن، نسبت دولت پیامبر دندان تیز میکردن. حالا نمیدونستن که با این دولت چه خیلی برخورد کنن. پیامبرم برای پیشگیری از ریشه کن شدن این دولت جوان بعضی از قدم ها رو برداشتن. یکمش اونهایی که در مهاجرت حبشه قرار داشتن، پیامبر همه اونها رو به مدینه فرا نخوندن، بلکه بعض انسان هایی که احتیاج به علم و فهم آنها داشتن برای بنا کردن این دولت جوان، اونها رو فریاد کردن، باقی مانده رو اجازه خروج از حبشه ندادن. این هم یک گام حکیمانه پیامبر بود. چرا؟ چون که دولت نو است. اگر هم که دشمن یکی از هر طرف بیاید دولت ریشه کن کند، اقلا اسلام یک شعله از اسلام در حبشه باز میموند و آنها در آینده این دین را نشر خواهند کرد. یا این چنین دیگر قبیله‌ای که چه خیلی در اطراف و اکناف مدینه یا اینکه امت نیم جزیره قرار داشتند و بعضی افراد آنها ایمان آورده بودند، از جمله ابوذر که از قبیله غفار بود، یا اینکه داماد ازدی بود که از قبیله ازد، یا طفیل ابن عمرو دوسی بود که از قبیله دوسی یمن بود. پیامبر آنها رو با آنها چه خیلی برخورد کردن. آنها رو گفتن که شما مدینه نیایید تا اینکه من به شما اجازه ندهم. اما وقتی که اونجا ایستادید البته شما بین خودتون دعوت انتشار کنید، مردم دعوت کنید به اسلام تا وقت فرا رسیدن وقتی مناسب که من شما رو بعد فریاد خواهم کرد. خب اینم برای چی بود؟ برای اینکه پیامبر اصلا کادرهای زیاد نداشتن که در اطراف و اکناف نیم جزیره فرستن تا اینکه مردم به دین دعوت کنند. بنابراین اونها رو همچون یک شعله بین قوم خود گذاشتن، در ابوذر رو در غفار، طفیل رو در یمن و داماد رو در ازد، که تا وقتی مناسب شد به مدینه فریاد کنند که اکثر اینها بعد از صلح حدیبیه به مدینه آمدن، وفد و نماینده های آنها، نماینده رسمی آنها آمد. این چنین مهاجرای حبشه هم بعد از صلح حدیبیه و نزدیک به جنگ خیبر آمدن تا آخرش در جنگ خیبر مثلا جعفر رفته رسید، پیامبر خیلی خرسندی کردن از دیدن او. خب یک دیگر قشر دیگری از مسلمان ها، اینها مسلمان های مکه مستضعف و بیچاره بودن که در زیر ظلم استم مکه قرار داشتن. مقامات مکه آنها رو خیلی بالاشو فشار می آورد، هر یک قدم آنها زیر نظارت بود و آنها نمی‌دونستن که از مکه خروج کنن. یعنی اگر می تعبیری حاضر کتی میگر، یعنی که آنها نمیتونستن برای خودشون پاسپورت برونن یا پاسپورتشون برای اونها نمیدادن، یعنی که استخراج پاسپورت برای اونها ممنوع بود، نمیتونستن که از اونجا بیرون شون. بنابراین پیامبر علیه السلام آنها رو دیگر مثلا بالاشون شرم نمی‌آوردن، اونها رو مجبور نمی‌کردن که از مکه هجرت کنن، چون که اصلا حیله، اصلا روش راهی رو پیدا نمی‌کردن برای هجرت کردن. اینها تا سال فتح مکه در عذاب بودن. بعد از فتح مکه دیگر باز اونها رو الله تعالی یک کشایش و فرج عطا فرمود. یعنی ببینیم پیامبر علیه السلام با همه قشرهای مسلمانی که گفتیم، چی در حبشه هستند، اونایی که در اطراف و اکناف نیم جزیره بودند از قبیله هایی که بعضی راهبراشون که افرادی نیرومندش مسلمان شدن، یا اینکه انسانی که در مکه بودند، هر یکی آن را موافق به محیط و ظرفیت سیاسیش، اجتماعیش یا اینکه اقتصادیش با اون معامله میکردن، که البته این حکیم و خردمند با دین محمد صلی الله علیه و سلم دلالت میکند و همچنین این دین از طرف الله تعالی بودنش و تنظیم و ترتیبش هم از طرف الله تعالی توسط وحی با واسطه محمد صلی الله علیه و سلم بشد. با همین دوستان عزیز
اون قسمی که به مسلمان ها در داخل خود علاقمند بود ما تمام کردیم. در حلقه آینده یعنی این میثاق درباره تنظیم درآوردن علاقه مسلمان ها به غیر مسلمان ها چی بندهایی را دارد و سیمش همچون شهروند مسلمان و غیر مسلمان چی عهده‌داری دارد، چی وظیفه هایی دارد، انشالله در حلقه آینده در اطرافش صحبت خواهیم کرد. امیدوارم که این درس برای شما مفید باشد. تا حلقه آینده، السلام علیکم و رحمت الله.